ای تو جانی من زدی کتمی اوچا و دادر خواهر و اتا این همسر تو نه قدر میکنه نه قیمت میکنه نه احترام میکنه برادر جان. عیب میکنن اوخی یا چرا ننگ میگن یا چرا ناموس میگن. راستی گفتم جون سوم داشتم یکی اوچام کسالشید اون داره از خود کردن نکی بو کار میکنم یکان لیبوسی نام میخرم. سلام علیکم دوستان عزیز، پیش ویدیو را تماشا کردن همه شما احترامونه خواهش میکنیم که لایک و کامنت را فراموش نکنین. اگر در کانال ما مهمان باشین دوستان حتما در کانال پادپیسات کنین و ویدیوهای ما را هر روز هر هفته تماشا کنین. رجب علی ایبرانی مردک ای مردک بابا جا بیاین حاضر مردک الله بزما دینا گفتم میگم ایادم برو اومدن این روز روزی اوچه من ایا شوین لباسای خوشت رو پوشم میرم خونم. از روزی خشتام ما یا زود روزی اوچه ولی رفتم لباسا پوشه. بیزنا چه کردی مردک؟ هیچی نه نه لیبوسی ما پوشیدیم میریم. تیارش نیمکو بله تیارش دگی تو هم خیلی خونه اوچه من زود روز رفته استیم با فکرم نمیرم یکان ستورکا کار کنم یا یکان پاویت کنم. تو ای خودت ایزا نمیکشی میدونی که اولاده من چقدر سندرن هوا بلندم. عیب میکنن اوخی یا چرا ننگ میگن یا چرا ناموس میگن. کوچه میبره به همین لباس کار میره به همین لباس عیب اوخی عیب. سون نداری؟ را مهنت که کار کن اوخی. راستی گفتم جون سوم داشتم یکی اوچام کسالشید اون داره از خود کردن نکی بو کار میکنم یکان لیبوسی نام میخرم. ای تو جانی من زدی کتمی اوچا و دادر خواهر و اتا تو فقط برای همو میکنی برای خودت یگانچ نمیکنی؟ برای خودت بکاخی برای ما بکو ما هم زندگی داریم اوخی. ای تو اوچا گفته بیزار کردی رفتی مگزین میرم یگان لباس میگیریم. من خیلی احوال کرد که تو یگان جا نمیرم ایزا میکشمم. سلام علیکم دوستان و تماشابینان عزیز، یک اویابیلیت برای شما توصیه میتونم که نرخش دیگر اویابیلیتو به نهایت ارزانتر، خوبتر و بهتر، باورینکتر. این برادر خودمون بیگانه نیست. برادرو نمرش در زیر ویدیو موندگی کدام میده که بلیت در کورای برادرو حتما مراجعتش کنین. نگفته نمونه که عینو میسمونه رجب علی ایبرانی مراجعت کنین با برادر ما برای شما یگان سوم سکیت میکنه. رقمش +7 995 89 61 995. حتما در واتساپش بنویسین برادرو اینو رجب علی ایبرانی مراجعت کنید. کارتونه به نهایت با صفت بود میکنه. برادری باورینوکه. ای تو اوچا گفته بیزار کردی رفتی مگزین میرم یگان لباس میگیریم. من خیلی احوال کرد که تو یگان جا نمیرم ایزا میکشمم. مرحمت این برادر عزیز، لباسای بهترین داریم. صفاتاشون نه از مرحمت تماشا کنیم برادر جان، ارزان کردن میتونیم. برادری شما سمای برادر جو لباسی گرفتگی 80 تومن با ارزانتر میشه. همه در ارزانتر این لباسمون همه برادر. من از جون لیبوسی که بینیم ما به سخت ما پوشید نبودیم. همین؟ بله. مردک شما مزاق کرده ایستاده. چه خیلی اول نگاه کن چه خیلی لیباسی زیبا.
این کجای زیبو یک موس آخه این چی لباس شما فقط همین خیلی لباسای پس صفت انتخاب میکنید شما میدونید که امروز زادروز یاچای من و خونه همه اولادم میبینن دخترای امکیم دخترای خالم شما من در نزد زیبایی شرمنده کردنی شما میدونید همین لباس انتخاب کرده تان برادر جان یک دقیقه وقت کنم بیرون ممکنه برادر برادر ما یک دست سخن گفتنیم شما در راستی حقوقی گپا را گفتن شما را ندارم لیکن برادر شما که مرد هستین همجنسی ما که هستین برادر ما باید این سخنها را در شما بگم برادر برای چی در زندگی نفری را انتخاب کردگین که شما را به خاطر خودتون نمیخواه و به خاطر لباس به خاطر پول و مال به خاطر ماشین به خاطر خانه و دیگر چیزا برادر جان در زندگی میخواه برادر جان همسر و دوستش میدارم مجبورم با همه گفته‌هاش راضی شم درست برادر همسر زن فرزند ناموسی هر یک مرد شیشه ناموسی هر یک مرد باید ما قدر کنیم احترام کنیم نه که امروز برادر جان چقدر که من مشاهده کردم دیدم فهمیدم این همسر تو نه قدر میکنه نه قیمت میکنه نه احترام میکنه برادر جان در زندگی فراموش نکن برادر عزیز که شرایط انسان لباس انسان خانه انسان زندگی انسان وابسته به گذشت وقت حتما تغییر می‌یابد عوض می‌شود لیکن فعل بد انسان عوض نمی‌شود چقدر که بزرگان گفتن فعل بد به خون می‌دراید برادر جان به جان می‌براید نفری که تو در زندگی قدر نمی‌کنه برادر بهتر می‌شود که تو دور باشی دور برادر رجب علی ایبرانی